گفتم اگه میخواید اینا رو بیارید تو خیابون، بعد گازنبوری اینا رو محاصره کنید، براشون پرونده درست کنید، این کارا رو نکنید. تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونها فرمانده ناجا محکم میشدم، لش میکنم و جمعش میکنم. شورای امنیت کشور اینجوری حرفا یعنی چی؟ خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن اگر نیروی انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشن و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونا مخالفت میکردن. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه رو در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین اونا باشه امضا کردن به من دادن. من نرفتم که به خیابون چوب بزنم اون بچه تو دانشگاهی که داره لاستیک آتیش میزنه. من کار ندارم با حرف درست میگه یا غلط، حتما کار اشتباهی میکنه، ولی اون خودش عامله. کسی دیگه او رو انداختش آورده جلو، میذارش اونجا جلو من نیرو انتظامی که بود بچه مسلمون رو گمراه شده رو من بزنمش. من که نبود اون رو بزنمش که. من از اونجا که اومدم بیرون به همه بچه نیرو انتظامی گفتم امشب شب استراحته، همه تا برن استراحت بکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته و موضوع هست و اصلا تموم میشه. همه گفتن چرا؟ گفتم به خاطری که یه آدمایی که توی جلسه بودن قالیباف میشناسن، اینایی هم هستن دارن فتنه تو کوی اداره میکنن، نه دانشجوی عزیز بنده و برادر من و دانشجویی که من باهاش خلاصا قبولش دارم ولو گرایش سلیقه سیاسیش نمیدونم، اونا که کار همین که توی جلسه هستن میرن که موضوع رو اونجا درست میکنن. تو شب دیگه تو کوی دانشگاه هیچ اتفاقی نیفتاد. یکی از خبرنگاران اصلاح طلب که پس از حوادث غم‌انگیز سال 88 خاک ایران را ترک کرد و در مالزی اقامت گزید، در وبلاگ خود خاطره جالب توجه از حوادث کوی دانشگاه در سال 82 و نقش قالیباف به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی نوشته است. آقای محمود فرجامی در دبش می نویسد: شب‌های پرآشوب سال 82 من خبرنگار تازه‌کاری در خبرگزاری ایلنا بودم و با کارت خبرنگاری هر شب در کوی حاضر. احتمالاً به خاطر همان تازه‌کاری هم بود که خوشدلانه به اتکای هویت خبرنگاری لای دست و پای نیروهای انتظامی و دانشجوها میپلکیدم. چند بار به قدری به طلایی که داشت به طور خصوصی با قالیباف حرف میزد نزدیک شدم که نزدیک بود دستگیر شدم. یک بار دیگر گویا با یک نیروی اطلاعاتی اشتباه گرفته شدم و تا فیها خالدون نیروهای انتظامی رفتیم. شهادت میدهم که در تمام آن حوادث نه یک گلوله شلیک شد و نه در قیاس با حوادث 88 خشونت خاصی اتفاق افتاد. وقتی دانشجوها به نظرم در اقدامی غیر عاقلانه نرده‌های خوابگاه را شکستند و با سنگ و میله و تکه‌های بتون به نیروهای انتظامی حمله کردند و فریاد کشیدند، من 100 متر هم با کانون حادثه فاصله نداشتم. در تمام اینها ندیدم نیروی انتظامی وارد منطقه کوی شود یا بگذارد نیروهای انصار حزب الله همچو کاری کنند. دولت مقامات امنیتی کاملا
هیچ وقت پادگانی فکر نکردم، هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. من که همیشه طرفدار آزادی بیان بودم، من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم، من که خطم همیشه اعتدال بوده. دانشجوی عزیز بنده و برادر من و دانشجوی من بایشی